سلام علیکم، حالتون چطوره شما جان؟ چیزی دیگه تا یلدا نمونده. امروز میخوام براتون از فوت و فن یلدا بگم. آخه یلدا که همش خوردنی اینا نیست که خیلی زای قشنگترم وجود داره، اما خب کنارش هم یه سری خوراک خوشمزه هست که رس عجب اناری خدایی کی. جونم براتون میگه که اولین میوه برای شب یلدا اناره. چرا؟ چون نماد شادی و زایش است. جز اون 14 تا میوه است که تو قرآن هم اومده. به خونه دار و به دار زنبیله برداره بیا. چرا؟ چون شب یلداست. اصلا هندو نمیچسته. حالا نزیاد بندازه که 4 5 تا دور هم باشیم میچسته. دوستان از آقا اسکوزو بفهمید هندونه خوبه. بردم همینا بردین دمت میگم. آقا من اینه هدیه میدم به شما شب یلداییه. گارانتی هم داره، تعویض به شرط تاق و ماق و اینا. این هم خوبه؟ این هم مالی شما. همه اینا خوبه سا، اما امشب شب یلداست. اینا نیست، مهم دور هم بودنه، زود کیف هم بردنه. اینا برای شب عید. عاشقانی لبو از لبو شب یلدا غافل نشین. جلوگیری میکنه از پوکی و سخون فشار خون و هزار دردی بیدر میگیره. همین لبو چیه و دوام میکنه. حالا چه لبوی خوبه؟ لبویی که قرمز باشه، سفت باشه، پوستش 5 6 سانتی بیشتر نباشه، متوسط حالم برای این کاروایی نسید. چه خوب پیدا کن. بیا. این خوبه؟ آره جدا خوبه. بدون خط و خش رفته بود و خوش اندازه و خوش فوکم هست. خوبه. حتما کدو رو برای امشب داشته باشیم. ما برای تزیین نمیخوایم، ما میخوایم باش کیک و آشی کدو درست کنیم. اینقدر شب یلدا میچسبه که نگو. من اینو بردم. این مال شما. دست شما درد نکنه. شیرینی آره میوه که استدیم و شیرینی هم همینجا رو آدرس دادن. شیرینی قدیمی اصفهانی. خب میوه که استدم. خب الان میخوام شیرینی قدیمی اصفهانی هم بسونم. چرا؟ جزو ملزوماتی دور همین شیرینیه. اما اصفهان شیرینی خوشمزه‌ای داره که فقط منحصر به خودمون است ولا غیر. حاج آقا سلام. حالتون چطوره؟ حاج آقا سلام. سلام. مخلصم. چطورین؟ آدرس دادن از این شیرینی تخم مرغی شما دارین. از اصفهان قدیم فقط از این شیرینی تخم مرغی همین داستان. درسته؟ بله. دیگه اصفهان چی داره شیرینی قدیمی؟ شیرینی های سنتی قدیم کرکی، نخوچی. هر به قسمت شوکه دیگه شیرینی پنجره قرابیه. قرابی روش زیرش کاغذ بود. بله. آقا ما شیرینی قرابی ها میخوردیم یه تیکش میمون به کاغذه. داستانی داشت نمیخوام تا از آور خودم میگیرم. اینقدر خوبه؟ حاج آقا دستتون درد نکنه. 2 تا نصف آدم هستیم زیاده اونم هست اسراف. برای چی؟ این میشه چی؟ این کرکی زعفرون، قرابی، نون تخم مرغی، نون پنجره. یکی از خوراکی یا خوشمزه برای شب یلدا انجیر است. حاج آقا میگن که بخور انجیر پاره کن زنجیر. به غیر از این شما از پرهلو میتونین استفاده کنین، انواع مختلفش و توت خشکه. کلا میخوایم که شب یلدامون یه شبی دور همین دوست بداری قشنگ باشه، نه اینکه دنبالی تجمل باشین. حالا آجیل هستا ولی این مالی شب عیدی نوروز است. امشب شب یلداست، حتما هم کنارش مویز نوش جون کنین برای حافظه خوبه. آقا اینه ببرین خونه شما استفاده کنین. عالیه. ما اصلی یلدا ما نیست که دوری هم باشه. حقیقتش همون دوری همیه. به قولی اسفانی یا حظ فیضی همو ببرین. نزدیک شدن قلب آسمه. قلب نزدیک شه. قلب نزدیک شه. ایشالله که یلدادون سرشار باشه ده سلامتی و عشق و محبت و شما میان جلو. آره آی همچنین چفت بشیم ما هم دیگه نهیدونیم کسی بینمون فاصله بندازه. خیلی مخلصیم. یه دست برای بیننده تکون بدیم. یلدادون مبارک.